فریده؟ با خیر است دخترم؟ با کجا می روی؟ پدر عذر میخواهم، حقتان رو حلال کنید. شرف، تو همراه ما میروی. پدر جون، پدر باشه چی شد پدر نفس کشید پدر. خوب هستی؟ پدر شما چی شد؟ پدر خوب هستی؟ خوبم پدر بیا به مرفان رویم. البته باید رویم پسرم، خدا نگه دارد. بیچاره دیدش نبردوش. من خوبم. مطمئنی پدر؟ آب نوشیدن میخواهم امیر، به من آب دی. حاضر انا تمام دیگر درد نیست. گذشت شد. گفتم اکنون هم از پای کارش شود. کنه روید. فریده بیا کنده گپ زنیم. بابا جون ما رو سخت ترسونده. بابایتان از خاک کهنه چیزی نمیشه. تا وعده خدا تمام نشده باشد کسی نمیمیرد. خواطر نشد. فریده تو چیکار میکنی؟ میروم. من با تو کی هستم؟ تو به اجازتی من برآمده میروی؟ به اجازت تو نیو. بعد از این قدر حادثه ها در این خانه ایستادن نمیتونم. دیروز مرا مجبور کرده که به خانه الهیده کوچه من به تو اجازت دادم؟ ندادی. تو برای رفتن نقشه کشیده ای؟ نقشه نکشیدم. از روزی که حقیقت رو قبلا فهمیدم. هم حقیقت رو میدونستی؟ قبلا تو همه حادثه رو میدونستی، لیکن تو به من کلمه نگفتی. فریده تو مادری جریم باشی، من پدرش هستم. چرا به من چیزی نگفتی؟ از باور نکردنت ترسیدم که باز مادرت دروغ‌های بسیار میبافد و خود را سفید و مرا سیاه میکند. مادر چگونه این کارو میکند؟ چی خیل میکند؟ شرف، کودکی مرا دزدیده با حکم میدید. این چی خیل مادری و چند انسانگری است؟ نمیدونم. فریده نرو. جایی میرفتگی هم نیست. خونه ما همینجاست. یک جای میرویم. ما دو کودک رو میخوانونیم. فریده از نرخ اجاره خبر داری؟ مصرف کشیدن رو فکر میکنی؟ فکر میکنی که این آسان است؟ چرا ما باید باری گناهی مادرم را بکشیم؟ فکر کودک ها را بکن. من به تمامی عذاب راضیم. التماس میکنم بیا برویم. نه ما آیله همون رو بیران نمیکنیم. فریده با قهر خیزی با ضرر میشینی. ما رو تنها نگذار.
خواهش میکنم نرو فریده. دختران باید که صحبت کنیم. شرف چی شد پسرم؟ چی شد میگویی؟ کارهای بی‌معنیت به سرمان بلا آورد. شرف من یگون کاری نکردم. التماس گناهت را به سر من بار نکن. فریده تو مثل دخترم هستی. باور کن از جانم بالایی. این رو میدانی. من بسیار فکر کردم اگر خوش دامنم با دختر من چنین معامله کند از 4 چوبه میبرایم و دخترم رو میگیرم. برای مرا فهمیدنتون تشکر پدر. خدا از شما راضی باشد. لیکن آب ریخته رو برداشته نمیشود. شوهرت و پدرت در این کار گناه ندارند. کودک‌هایت بیگناهند. برای آن میگویم که علتان محرون نشود. فریده نرو. ما را ترک نکن. پدر مگر من میخواستم که روم؟ برای عائله و کودکانم دایم سکوت میکردم. به همه چیز راضی بودم. اما این را هضم کرده نمیتوانم. کودکم را از من گرفت. مرد گفت. عذابی سالها کشیدم را خودم میدونم و خدا. چندین بار دخترم را در خوابم دیدم. چندین بار پنهانی گریه کردم. چندین سال صبر کردم پدر. اکنون که دخترم رو برگردانده نمیتوانم. میروم. دردم را کی خاموش میکند؟ غیر از به خدا پناه بردن چاره نداره. با یاد داری دوگانه که تولد شدن. من در زندان بودم. جیرین رو مرده میدونستیم. من تو رو تسلی میدادم. تو میگفتی که پدر غمگین مشو. او به جنت رفت و ما رو شفاعت میکنه. همین خیلی نه؟ قبول. بعضا چنان درد سخت میگیرد که برای برداشتن آن غیر خدا کسی مدد نمیکنه و ما رو به جز کسی نمیفهمد. من هم دعا میکنم. از خدا صبر طلب میکنم. پدر برای این قدر مرا همچون دختر دوست داشتنتون منت دارم. شما از پدرم بالا بودید. هرگز بی پدریم را حس نمی کردم. گفته هایتان حق است. لیکن پدر من بو نفری که به من بدی کرده است. زیر یک بام چگونه زندگی کنم؟ نه از برای آنه که کین دارم. میترسم پدر. میترسم این دل شکستگی و قهر به نفرت تبدیل نیابد و یا یگان روز خطاگیری نکنم که همه چیز بدبختی را به وجود دارد. مرا ببخش پدر. یعنی اگر نباید خانم از خانه بیرود تو میمونی؟ بروچ خیلی میرونم. با کجا میرود؟ چی میخورد و مینوشد؟ در این سین و سال چی کار میکند میدانم. پدر من از شما این قرار رو طلب نمیکنم. من میروم. من گپم رو گفتم. دخترم هر چی که بگویی هر کاری بکنی حق است. اگر رفتن خواهی شرم میدارم که مانعت شوم. فراموش مکن در این خانه دایم برایت گشاده است. بچه ها بیایید.
راستی از اینجا میرویم و چه؟ بله پسرم. ینگا بچه ها یوسی به فرزندانی من دست نرسان. ینگا با کجا میروی؟ به خانه خاله مقبوله. تا جای استقامت یافتنمون اجازه داد که اونجا بیستیم. فهمیدم. این رو گیر. اگر احتیاج پیدا شد. نه امیر، کمی پول هم داریم. رحمت. ینگا گیر گفتم. اگر مشکل پیش اومد نگویی خفه میشوم. مایرش رحمت. آمینه جان غمگین نشو. ببین رو بر رویم. برای دیدن ما میآید امک جان. البته میآیم ملیکه جانم. تو پروا نکن. دادام را با خود میآورد. میارم شیر بچه. پروا نکن. بچه ها رفتیم. با کجا رفتند؟ در خانه مقبوله می ایستند. خوش آمدی دخترم. خوش باشید خاله مقبوله. بیایید به درون درآیید. پسرم یک چیز پرسم. این تا بکی دوام میدهد؟ خدایا زود جانم را بگیرد که از من خلاص شوید. من میروم پدر. مایلش پسرم. من هم حاضر میروم. شما رو هم برم. نه، راه گشتن میخوام. امروز گویا که غرق میشوم. فهمیدم پدر. مایلش. خیر پسرم. روی را زیر فشار خانه مانده مادر. حتی خیلی بر زیاد. گویا که ما نیستیم. نمیشنوند، نمیبینند، به ما رحمی ندارند. البته ندارند. شکنجه خالی است. نه من آقای خیردین رو باید ملایم کنم. دل مرد من ملایم است. نمیشود. به این کار ما نه دل ماند و نه رحم. بیهوده کوشش میکنی. ما رو نمیبخشی. خاموش باش. حرفی بد مزن. من میروم. به کجا؟ دنبال خیردین. پدرم از ما میگریزد، شما باشد از دنبالش میروید. کاردار نشو. من چیکار کنم؟ در خانه شین. به یگان چیز دست نرسان. کنی دختر جونم، درسایت رو خوب خون. خیلی اچه جان. بعد از درس به همین خانه بیایید. من در برآمدی مکتب میستم، شما رو میگیرم. به همین خانه میایید. بله پسرم. زود باش دیر میکنی به درس. خودتان رو احتیاط کنید. امینا آهسته. دخترم چای دم کردم. رحمت خاله مقبوله، چرا زحمت کشیدید؟ خیلی زحمت دخترم. گرم و گرم نوش خوب است. خاله من همون کنم ممکن است؟ فریده چرا میپرسی؟ اکنون اینجا زندگی میکنی. اینجا خانه ای تو هم است. رحمت
hareketsizlik, stres, bilgisayar. En önemlisi. Çok işimize yarıyorlar ama. Çok ama bir işte taraftan da götürüsü de sağlığımızı çok fazla. evet götürüyorlar. Pekala. Şimdi bugün sizinle bu uzmanlık alanı Farida, konuşacağız. Kas hastalığı. Farida. Şöyle bir giriş yapalım öncelikle. Niye önemli, ne işe yarar? خدایا توبه Vücudumuzun ana yapılarına کی باشد؟ birlikte hareket etmemizi sağlıyor. الو فریده نیه من مقبولم فریده در کجاست؟ فریده در همون چی؟ جانان خانم تو هستی بله فریده در همونجاست. در همین جاست چی؟ نفهمیدم. فریده در خونه شما چی واه کار جانان می‌کند؟ خانم واه بسری دختری بیچاره چی ها آمد میدونی اگر فهمانی ممکن فهمم مقبوله خانم. به خدا نمیدونم از کجا آغاز کنم جانان خانم زودتر باشد که پول تلفنم تمام می شود. خوشدامنی فریده رو خودت میدونی نباید خانم خدای مددم کن. سبحان الله. صبر کن زود جنگم کن آقای خیردی. گوش کن خانم نباهد. امروزها حتی در خانه طاقت دیدن تو رو ندارم. باز برای چی اینجا آمده؟ میدونم که در غضب آقای خیردین حق هم هستی، لیکن مرا گوش نکردی، نپرسیدی که برای چی این کار رو کردی. نمیپرسم. کاری کرده نه معذرت دارد و نه سبب. بخشیده نمی شود. دیگر مرا تعقیب نکن. آقای کمیسر، لابای آقای دادستان. با آن دختر چی ارتباط داری؟ کدام دختر؟ خود را به نادانی نزن کمیسر. اگر دختری گفته حتی نیاسومان باشد آقای دادستان خطای بزرگ میکنید. من شنیدم را نه، دیدم را باور میکنم. من دیدم که یاسمان چگونه تو را نگاه میکرد. از چارچوبه برآمدید. با این رفتارتان هم به مقامات و هم به یاسومان بی‌حرمتی کرده ایستادید. و هم به دادستان گپ درازی میکنی و هم یاسمان را پشتیبانی. مرا گوش کن. من نفری هستم که از چرخ فلک گذشتم. یاسمان را به تو نمیگذارم. با اجازت شما. بار دیگر آگاه میکنم. از یاسمان دور باش. چی؟ مگر پدرم تیمور را کوب کرده است؟ تیمور همین خیلی میگوید. یک تخم دیگر شکم بر ما خوب شده است. تیمور راست میگفته باشد اپا؟ من از کجا دانم؟ لیکن رویش زخمی شده بود. نخود که پدرم چنین کار را کند. من هم باور نکردم، لیکن نخود که همه این بافته باشد. اپا از دست آن دادستان همه کار می آید. یاسومان نشه؟ در آشخانه پدر جان. از پدرم میپرسی؟ اوه کلچه قند میخوریم دخترها؟ نه پدر جان، برای دکان است. چگونه دکان؟ برای یتیمان و آیله های کم بیزاحت هر ماه خیر میکنیم. آفرین یاسومان، حداقل یکی همون کاری خیر میکرده. خب من باید یکان چیز خورده رم. مایلش پدر، حاضر من میارم. اپا چرا نپرسیدید؟ از دیشب فکر کرده ایستادم که با پدرم گویم یا نگویم. آخر بگو و خلاص شو. چی فکر میکنی؟ مرحمت پدر جان.
رحمت دستتون درد را نبیند. بخیر است؟ ها پدر جان، یک چیز بپرسم. بپرس آخه. گفتنی هستم که چی؟ سخن را تاب مده و بگو چی میخواهی؟ تیمور دادستان، آیا درست است که شما او را لطکوب کردید؟ تو لگد خوردن تیمور را از کجا میدانی؟ من را پرنده ها گفتن؟ پدر من یا سمن در این موضوع گفته بودیم، سیفه محکم شده بود. تو حالا هم با او وا میخوری؟ وا نخوردم، قسم میخورم وا نخوردم. پس از کجا به سرت میآید که او را زدم؟ فرشته ها گفتن؟ تصادفاً روبرو شدیم. تصادف نمی شود. نمیخواستت را نمی بینی مگر خودت نخواهی. این آدم را دیگر نمی بینی، نامش را نمی گیری. فهمیدی؟ فهمیدم. اکنون فهمیدی که برای چی فکر میکردم که گویم یا نگویم؟ فهمیدم. جواب هم نداد. اگر خواهی شب تو هم پرس. نه. فریده، تو در همون بودی، مادرت زنگ زد. مادرم؟ چی میگوید؟ هیچ چیز، تو را پرسید. خوله مقبوله یگون چی نگفتی آخیر؟ اگر او شنود همه رو با پا میخیزاند. چرا؟ حادثه از خانه جدا شویم رو نقل نکردی آخیر؟ لیکن کمی نقل کردم، بسیار گپ نزدیم و پول تلفنش تمام شده بود. هیچ گپ نه و کارو برش رو پرتفته به اینجا نمی آید. من خانه همسایه می روم دخترم، صحبت هست. خواهی تو هم بیا، کمی از غم فارغ می شوی. الو، سلام موشه. کمک کنی؟ امروز است. من خوب نیستم. میبینم خدا خواهد. تا دیدن. چه کمک دخترم؟ برای مصرف کم بغل و بی پرستارون که در خوابگاه خواب می روند فراموش کردم که یگان چیز تیار کنم. چی کنم که؟ دختری مهنتی من، در این قدر درد و غم خودت باز یتیمون رو فکر میکنی. خدا چهره‌ات رو خندان کند. یاشار، پسرم تو چیکار میکنی؟ میرم. با کجا؟ مهمان خانه. پسرم تو دیوانه. در اینجا خوب نگاه دارم. میگوین در آنجا تو را نمیخواند، از آنجا رو. با تو کسی چیزی نمیگوید. شین. این چیزا رو پیش کردنشون شما؟ پیش کردن میروی. شین گفتم. مادرت رو تنها میگذاری. به این هم کسی با من گپ نمیزنه. همین پسری بی تقدیرت رو چیکار میکنی مادر؟ بسیار گپ نزن. به این هم همه گناه رو بسرم بار کردی. من میدونم. من گناه دارم. آخر حقیقت رو گفتم. یاشار، آقای خیردین حتی رویم رو نگاه نکرد. نه، گپ نزدی. پسرم چه خیلی گپ زدن. با تو میگویم که رویم رو نگاه نکرد. از جایش خسته رفت. پسرم کنی از این کوچک هندهایی با مزه بخور. هر که خند آمد یتیمی خسته را باز یابد جنتی در در حقیقت با لذت بود هستن. کار در کجاست؟ ممکن است یک کلچه قند بگیرم. اوه، اپای فریده؟ یاسمان؟
در کجاها میگردی؟ من دویم به خوابگاه میرفتم، شما نیستید. انشالله همه‌اش به خیر است. کار خیر هم نشده است و خدا عاقبتش رو به خیر کنند. میبخشید از همین شیرینی یک پاره میبرید؟ البته در حال میبرم. اپای فریده وقتی خالی دارید کمی صحبت کنیم؟ نه، به مکتب رفته کودکایم رو میگیرم. در اصل خوب میشد اما پگاو میخوریم؟ میبینیم. نشود خانه بیو. همراه کودکان در خانه همسایه میستیم. شکر که اوی درش رو برایم کشود. در خانه خودتون نیستید؟ زودتر باشید. ببخشید. مایل شما کارتون بکنید بعد گپ میزنیم. با صحبت میکنیم. دادام این شب خونه ای خلای مقبوله می آید. نه بچه ها. چرا ما با خونه همون نمی رویم؟ بچه ها من به شما نگفته بودم. میبخشید چه؟ بابا جان. جانکان من خوب هستید؟ خوبه. بابا اوچان برای چی به خونه نمی رود؟ می آید پسرم، خدا خواهد می آید. کم استراحت کنید می آید. روید اکنون، مادرتان رو غم ندید. مادر دخترم ببین تو جیغ نزنی هم مادرت می آید. جوجه هایم کنی بیایید درایید. خوش آمدید بیبی جان. خوش باشید جانکی من. دخترم مقبوله خانم همش رو نقل کرد. آخر بیگانه نیست مادرت می شود. خودت شنیدی آخر بیگانه نیستم من. بسرت اینقدر درد می آید تو به من زنگ زده حرفی نمیگویی فریده همین همکار شد. مادر اگر نقل کنم چی کار میکنید؟ نخواستم که شما رو به این کار همراه کنم. دخترم چگونه همراه نمی کنی؟ من مادری تو هستم، حتما همراه می شوم. دردی سری تو دردی سری من است. با این کارشان جواب می دهند. چی خیر؟ بیاد گیرم بابای خیر بید. یاشار لبه پدر با مادرت بگو که کلین از برای هر دویتان علال خصوص از برای گناهی نابخشیدنی مادرت خونه را ترک کرد. نبیره هایم هم رفتن تا آن وقتی که اونها خونه نویان نباید خانم نه کلمه گوید و نه در چشمم نمایان شود. مایلش پدر. مادر شنیدم. گوش کن، با فکرم سیاحت شده ای. بله پدر، اما میانم کم کم درد میکنه. فرق ندارد، راه که میگردی رفته هم میتوانی. سخنی که با مادرت گفتم با تو هم دخل دارد. اکنون راه سفید. دیدید مادر مرا پیش کرد. آخه با کجا می روی پسرم؟ به کجا رو هم مادر؟ به مهمون خانه. همه این کارها را از آنها یک به یک میپرسم. از شوهرت خوش آمد، برادران شوهرت کارهایشان را از بینیشان میبرارم. مادر کاری شده لکه. دخترم مرده است، چی فایده دیگر؟ دختره که بی عقلی من، صاف دیله که من، تو بر این بیچاره را یافتند، زیری پا کردند. لیکن بس، تا همین جا بس بوده که فریده بس. مادر از خانه جدا شدم، کودکایم را گرفتم، شوهرم را گوش نکردم، باز چی کار کنم؟ نسبتی نباهت شکایت کرده او را سرسان میکنیم، باز جبران طلب میکنیم، میدونه چقدر پول میگیریم. با مفتش باید مصلحت کرد. جبران میگویی؟ چی خیلی دعوا، چی خیلی پول؟ دردی من مگر پول است؟ دردی من آن است که دختری از دست دادم رو باری هم با آغوشم نگرفتم. تو چی ها میگویی؟ ذره به من مانند نیست، ذره. فقط زورا کردن مونده است فریده خانم.
خوراکتون رو خورید. کودکا همیشه ها ندارند. من نکشویم. قدمم مبارک بوده است مقبول خانم. مهمونت تمام نمی شود. بیبی هم اومدن. بیبی هم اومدن. جونکانم. اشتهای تو. خوش آمدی. با کدام رویت اینجا آمدی؟ برای با فریده گپ زدن اومدم. من میگویم که با کدام رویت آمدی؟ مادر شد. کردار نشو. جانان خانم، ما با اتاقی دیگر رویم. شما هم با ما بیایید کودکان. ایلش خدای مقبوله. فریده دخترم همین هم کار شد. کودکو رو گرفته به اینجا آمدی. هم خودت رو و هم کودکو رو پریشان کردی. دیگر چرایی نداشتم. این خیلی نگو دخترم. زندگی پستی و بلندی دارد. باید به همه‌اش طاقت کرد. کاسه صبرم لبریز شد. شما از حد گذراندید. دخترم این خیلی نگو. درونی من هم میسوزد. باور کن. درونن میسوخت کودکی مرا نمیدوزیدی. 7 سال سوزشی دلم را دیدی. یک روز هم انصاف نکردی. یک روز زاره کردم، گریه کردم، التجا کردم، لیکن قلبت نرم شد. مگر دخترم چنان خطایی کردم که مجبور خاموش استیم. جرین فرخونده و یشه رو پدر و مادر حساب میکرد. تو هم جرین رو مرده میدونستی. کار از حد گذشت. در اصل کار نم از حد گذشت. به شما سخنی ندارم. خدا ببخشد شما را. فریده به خانه بر نمیگردی؟ فریده سلامت باشید. خودت میدونی، اما این رو بدون که پشیمان میشوی. سخت پشیمان میشوی فریده. این چی خیلزنی به حیا بوده است؟ این چی به شرمی؟ این چی نوع عدالتی است؟ شد مادر رفت آخر. رفت اما زهرش را چکانده رفت. حاضر جوابش را میدهم. مادر چی کار میکنی؟ به خانهشان میروم. کاری که با تو کردن جوابش را میپرسم. مادر نکنی التماس. پدرم به این هم غمگین است. این را بین باز پدر میگوید. گناهی ندارد. بیچاره از یگان کار خبر نداشت. کی فهمید که زنش چی کارها کرده است؟ اکنون بی صاحب نبودنی تو را هم میفهمم. مادر ایستو. مادر بخیر است انشالله. یک طرفیست شیطان. خانم جانان. بله جناب. خانم جانان. خوش آمدی مرحمت. تشکر، اما برای صحبت خیر نآمدم آقای خیریدی. خانم تو چی میخواهی؟ نباید خانم، کسی از تو گپ نپرسیده است. اپای جانم گوش کن. 8 سال شد که دخترم با شماست. یک بار تو رو شرمنده کرده است ها؟ بگو باری شرمنده کرده است؟ نه، فریده را به تو امانت داده بودم آقای خیریدی. دختری بیچاره دهان دارد و زبان نه. به امانت خیانت کردید. حسیاتت رو میفهمم خانم. میدانی که در زندان بودم. من هم از حادثه های گذشته از شما زیادتر غضبناکم. در مقابلت شرمسارم. شرمساریتان حادثه را دیگر نمی کند. جرین را نمی آورد. میدونم که حق هستی، لیکن چکار کرده میتوانم؟ کاری شده شد. حادثه را تغییر داده نمیتوانم. دیگر از دستی من چی می آید؟ جوابش را می دهید. مجبور هستید جواب این کارهایتون را دهید. تو دیوانه ای مگر؟ تو با کی سر بسر شدنی؟ تو این رو میدونی که با کی سر و کار داری؟ تو خاموش باش. در این موضوع حق سخن کردن نداری. تشکر آقای خیریدین. مقصدی من رو میفهمی. اگر فکر کنی که موضوع خاتمه یافته است خطا میکنی.
آنها حق سخن کردن را نداریم. همهش از برای تو. مادر چی شد؟ هیچ، درونم را خالی کرده آمدم. خوب شد. مادر چرا چون این کارو کردی؟ حقی تو را حمایه کرده ایستادم، به جای تشکر گویی. نمیخواهم، بس کن. مادر به کسی دشمنی ندارم، به پدرم، شرف، امیر یگان درده ندارم. نمیخواهم که آنها را بیرنجانم. فریده، لیکن آنها تو را رنجاندند. مجبور نیستی که اینقدر رحمدل باشی. در این وقت مثل تو را احمق و ساده میگوید. دخترم چشمانت رو کشا. شکر زیاد که چشمم کشاده شده است مادر. دخترم بیا از بالای این زن شکایت کنیم. عدالت خواهی عدالت. حتی ممکن خانهشان را گیریم. مادر دیگر طاقتی شنیدن این حرفا را ندارم. براری کار بشم. رحمت دخترم، به تو هم. من هم خواب میروم مقبوله خانم. برایم یگان کرپه هست؟ هست جانان خانم، هست. پدر خوب هستید؟ برایتون چای آوردم. رحمت سرم. کرد از کجا برآمد؟ غلاف خالی نبود مگر؟ خالی بود. دیروز پر شد. چه خیر؟ از کجا پیدا شد؟ از غالب. غالب؟ چرا؟ برای عذر خواستن. از خطایی که سببی کردنش رو نمیدانم. بخشش میپرسد. بعضا چنان دشوار است که آدمان بزرگی خدا را در همین لحظه ها میفهمند. ما بنده های گناهگار 1001 نمود گناه را صادر میکنیم، اما با یک توبه گفتن همش را خدا میامرزد. پدر قهوه آوردم. تشکر دخترم. پدر جون مرا جنگ کردید، لیکن دروغ نمیگویم. با اون شخص در حقیقت بو نمیخوریم. نخواست از پیشی رو هم برآمد. تو باعث شبه هم گشتی و به تو کج رفتاری کردم. مرا ببخش دخترم. این طور نگوید پدر جون. شبی خوش. صبحتون بخیر مادر. صبح بخیر. کودک ها کجایند؟ با مکتب رفتند. مادر کی می روید؟ سوال رو بین. دخترم مادرت رو نمیخواد. چرا؟ آخر من هم در اینجا مهمونم مادر. بیچاره زنک به این هم بد و کودکی من درک شده است.
برزمی این باز چی خیلی گویم که مادرم هم ایستد. فهمیدم دخترم، فهمیدم. در کارخونه اتاق نداشتی مگر؟ چرا اینجا ایستادن میخواهی؟ از کار بر آمدم، استعفا دادم دخترم. چرا؟ پیسندت بود که آخر؟ حسنیه خانم سلامت بود، من براحت. از روزی که کلینش خانم شد طبی من خیره شد. همسالی دخترم است، با او مناسبت خانمی کردن نمیتوانم، ترک کردم. اکنون چی کار میکنی؟ امید و باوریم به تو بود، معلوم شد که بیهوده. مادر به کجای من باور میکنی؟ نه خانه دارم نه در دارم. میبینی که باز در خانه همسایه زندگی دارم. صبحتون بخیر خانم. صبح شما هم. صبح بخیر. دستت درد را نبیند دخترم، نهاری هم تیار کردی؟ مرحمت به نهاری. مایلش. دخترم بیا. شما خوردن گرید، من زود می آیم. شرف با کار رفته ایستاده؟ در این ساعت دیگر کجا می روم؟ شرف شبی در روز کودکان تو رو پرسیدن. با آنها نگفتی که پدرتان را ترک کردم؟ من پدرشان را ترک نکردم، تنها از خانه بر اومدم. فریده گوش کن، این راه حل نیست. یک روی نکن و به خانه برگرد. نه نه؟ یگان خانه اجاره گیری میگویم، برای خودم راه رویم. هوایی گپ نزن فریده. شرایط را به تو گفتم، خانه کلان را ترک کرده در اتاقش زندگی کردن نمیتوانم. شرف من در خانه زندگی کردن نمیتوانم. بعد این قدر حادثه خودم را چه خیلی دوره کنم؟ سکوت کرده شده نمیتوانم. نخواست از زبانم سخنی بد براید. التماس مرا بفهم. خودت میدونی فریده، خودت میدونی. پاره شد آیلمان، پاره. آقای خیردین، قهوه عادی آوردم به شما. مرحمت. سخنم را با تو گفته بدم خانم. تو فریده با نبیره هایم ناید به من سخنی هم نگو. تو چی رفته باز به نظرش احوالش رو میپرسی؟ مادر او شوهری من است. همین خیل باشد شوهریش رو داند، زنش رو صاحبی کند. لیکن شوهرت چیکار میکند؟ پیر شده است و حالا هم در پیش زانوی پدر و مادرش میشیند. چیکار کنند مادر؟ پدرم در زندان بود، شوهرم همه کار خانه رو به دوش داشت. البته به یک کار خانواده‌اش رو ترک نمی‌کند. به خدا عجب زمانی. دو خر رو یافتند، یکی در بیرون دیگری در خانه کار میکند. بزن در پشتش. خواطر مباش، بسیار نمی‌ایستم. فریده مرا ببخش، من نیتی بد نداشتم. نمیدونستم که کار تو به این درجه میرسد. همه فرزندانم خرسند شوند گفتم. تمام شد؟ تمام نشد. در خانه کسی با من گپ نمیزند. آقای خیردین رویم رو نگاه نمیکند. شرف مثل دشمن، حتی امیر رحمم نمیکند. کرو کشاله نکنو به خانه برگرد. برای همین از من بخشش پرسیدی؟ از سوزش وجدان نه، از پشیمانی نه، برای تنها موندن.
برای که کسی با تو گپ نمیزند. چون که همیشه تو باز خودت رو فکر میکنی. من در خیالت نیستم، شرف و کودکات در خیالت نیستن و حتی دختری که در خاک سپردم در خیالت نیست. گوش کن مرو کلین خانم، روی خوش دادم با بالای سرم بر اومدی. من هم برای جرین غمگین شدم، گریه کردم، لیکن به تقدیر الهی تن دادم. از خطاهایی که من کردم دیده تو خطای بزرگتری کرده ایستادی. خانه و در و شوهرت رو ترک کرده با کجا آمدی؟ من شوهر و خانم رو ترک نکردم، خانه تو رو ترک کردم. همین قدر به من دشمن شده. حیف به تو. من تو رو خانم کردم، شش تو خیز و گپ زدن رو یاد دادم. با مادرت خدمتگاری میکردی، احوالت رو باز میبینیم. قدر آدمی بیار بودایی، از قصد دخترم رو کلین کردیم. از قصد گرفتیم و دختری خدمتگار گرفتیم، آوردیم در خانه کلان. کلین گفته جان، کلین گفته دخترم رو خدمتگار گرفتی. اگر میدانستم با این آیله نمیدادم. مادر بس کن، چیکار میکنی؟ التماس گم شو از اینجا زودتر. سر نمیشوم، سر به سر نمیشوم. زودتر دفت شو از اینجا. مادر چیکار میکنی مادر؟ پیش همه مرا شرمنده کردنی. برو ببین حال هم گپ میزند. تمام شد مادر. شد. سر به سر نمیشوم، زبانشون دراز بوده است. مرا خدمتگار گفت فریده، گفت که دختر خدمتگار را گرفته خانم کردیم. گفتن گیره دروغ است، من خدمتگار نیستم. خودش کیست؟ گلی سری ثبت است مگر؟ بس مادر بس، بیزار شدم. میلش از او میپرسم این را، جزای همه کارهایش را میبیند. مادر باز چرا میپرسی؟ فریده گیر دخترم. رحمت خاله مقبوله. یاسمن آمدی؟ آمدم اپا، آمدم و اما خونه رو نمیدونم. حالا در کوچه یاسمن؟ بله. خانه بیست رو دیدی؟ دیدم. من از ریزه نگاه میکنم. من دیدم تو رو یاسمن. مادر دوگانه هم میآید، موضوع رو محکم میکنیم. شد میلش محکم کردم. ها اپای فریده، خونه شما رفته نتوانستم، نصیب اینجا بوده است. تقدیر یاسمن، تقدیر. خونه شما کدامش بود؟ خانه کلانی اولی کوچه. خوش آمدی دخترم. خوش باشید خاله جان. کنی گذارید. سلام. خوش آمدید. مادرم شاد شدم. فریده جان من به بیرون میبرایم. مالش. یاسمن چای می نوشی یا قهوه؟ قهوه می نوشم. وقتی تو رو به محکمه کشیدم میبینم که چه خیلی باد میزنی. اوه یاشار، در کجا میگردی؟ در کجا میگردی؟ اکا برای من یک شوربای بیگوش بیار. دویم باز شوربا بیگوش باشه. خوب شده است. مادری خوش رو یکم؟ در کجای پیسرم؟ در مهمان خانه ای؟ نه، خوراخوری آمدم. یاشار گوش کن چی میگویم پیسرم. برای جنازه از شرف پول گرفته بودیم کو پیسرم؟ در یادت هست؟ خیر مگر فهمیده است؟ نه نفهمیده است و اما نفهمیده در جایش گذاریم. فرخونده بقیه پول رو نگرفته است آخره؟ نه نگرفت. گیر بیار پول رو، زود باش پیسرم. مایلش میارم. مرحمت. اشتیویتون. پیش خدمت. لباکه. شوربای دویم رو نیار. همین بسنده است. مایلش اکه. نیم نان دیگر بیار. باورم نمیآید اپای فریده. آدم چونی کار میکند مگر؟ هر دویشان فرزندند. کودک یکیش را برای دیگرش میدوزدد. خدا نگه دارد.
خدا به سر دشمنی کس چنین روز رو نآورد. آمین. پس چیکار میکنید؟ به خونه برمیگردید؟ نمیتوانم. رویش رو نگاه کرده نمیتوانم. یاسمن نمیتوانم. حسیاتم رو اداره کرده نمیتوانم. وجدانم اجازت نمیدهد که به اون خونه برگردم. شوهرم راضی شود، خونه دیگر بگیریم و بکوچیم، خوب میشود. شما حق هستید. به جای شما دیگر کس باشد به سود شکایت میکند. شکایت چی فایده میدهد مگر آب ریخته رو برداشته میشود؟ بردار یاسمن، بردار. کی زنگ زد یاسمن؟ رنگت تماما دیگر شد. نفری که نامش رو شنیده نمیخواهم. از تو دست نمیکشم. دست نمیکشم. حاضر تو از دادستان جدا شدی مگر؟ بله. خیریت که در وقتش جدا شدم. باوری نوک نیست، دروغگویی بوده است. در یکم روز گفته بود که نیتی خونه در شوی دارد. بعدتر نیتی اصلیش رو فهمیدم. فکر نکو یاسمن، خدا به تو رحم کرد و سری وقت از او جدا شدی. اپای فریده، یک چیز رو پرسم. بپرس جانم. یک مکتبی که برای کودکان در شرق کشور میسازند، برای انشاءات آن مبلغ خوب هم روان کرده نتوانستیم. بله بله میدونم. این کار با دکانچه ها و 3-4 درهم عملی نمیگردد. به سرم یک فکر اومد. کودک های خوابگاه را با یگان بازی آماده میکنیم. خیر. شعبه شکایت انا با اونجا روید خانم. تشکر. آقای پلیس برای کار. تشکر. مرحمت چینید. نسبت جنایت یک دو نفر شکایت کردن میخواهم. شما رو گوش میکنم. خانم جانان، تو؟ کی بوده است این 2 نفر؟ نباهت و یاشار افگیل. مقصدم رو میفهمونیم و در طول‌های مناسب نشود در میدان‌ها برآمده به مردم پیشکش مینماییم. هر کس موافق قوتش مبلغ رو در صندوق میپرتاید. قطره قطره دریا نمیشود مگر. یاسمن فکری عالی جناب. هیچ نباشد از دکان پلیزیات به دست میاریم. آفرین. میشود آخر؟ بله. شما با من کمک میکنید؟ میکنیم اما من نمیفهمم بازی صحنه رو. در برم باشید بس است. حل میکنیم. شما هم غمتان رو دور میکنید. مایلش کنی بینیم چی میشود. رحمت اپای فریده. لیکن برای صحنه رو پیشکش کردن و جمع کردن مبلغ اجازت گرفتن لازم است. پدر شوهرت پلیس نیست مگر؟ بله اما میدانی که نب از زندان برآمد. لیکن پسر دارد. کمی سر شد. یاری میدهد به ما. بینید خدا هم مدد میکند. انشالله کار حل شونده است. آره. تو نقشه را ترتیب ده. بعدم به نزد دادر شوهرم میرویم. مایلش شد. به اینجا آمدنتون رو فرید خبر دارد؟ دارد یا ندارد؟ شکایت چی من؟ گوش کنید خانم جانان، این مسئله عائلوی است. به همه تاثیر میرساند. میدونم. از این کاری کردهتون شما مطمئنید؟ اگر تو کمی وجدان داشته باشی مرا میفهمی کاری که مادر و اکاد نسبت دختری من کردن بی جزا نمیموند. خواهش میکنم زودتر باشید. مایلش خانم. مادر، من آمدم. در خانه کسی هست؟ بیا من در رو میگشایم. مایلش. بیا پسرم گذر. پدر در خانه اما دویم اوشانه برآمدند.
رحمت یاسمن، رحمت برای خبرگیری. با شما هم اپا. زیخ نشوید اپا. انشالله همش خوب می شود. خدا راضی باشد از تو. برای بازی کودکان خبرتون میکنم. میلش. تو بازدید. تو بازدید. گیر مادر همین قدر پول مونده است. چقدرش نمیرسد؟ یک شوربا خوردم، 2 روز پرداخت مهمانخانه، کمی دیگرش رو تبابت کردم. پسرم دیگر چی موند؟ مادر از کجا دانم؟ نیمش مونده است. خیر چی کنیم؟ به همینشم شکر. مناسبتتون با پدرم خوب شد؟ گپ میزنید؟ از کجا در یک بیست دست آفریده نهایت با من گپ نمیزند. باز او چه فریده به سرمان برآمد. همین کس نمیرسید. خدمتگاری نمیشدنی. خدا یک جاغ داده است نپرس، لیکن میبیند نمیداند با کی سر به سر است. مایلش مادر جان، از دیدار شما سیری ندارم. من میروم، پدرم باز نبیند. مایلش پسرم مایلش. خیر. سایه دستتون رو گذارید. شد. عریضتون رو دیده میبرایم. از کجا فهمم که دیده برآمدید یا نی؟ عریضتون با دادستان ارسال میگردد. کدام وقت؟ رفته خودت به دادستان ده. کمیسرم بیبر گفتم سلیم. آن وقت دل خانم آرام میشود و مکان را ترک میکند. اطاعت کمیسرم. با شما براری کاری آقای پلیس. بیا. آقای دادستان. خوش. مرحمت. یک لحظه. نباید افگل یاشار افگل کودک دزدی. درست خوندم؟ بله. این افگل ها با افگل مایگان نزدیکی دارد؟ بله. برادر درست جواب ده. با یک عذاب سخن میگویی. با امیر کمیسر چی نزدیکی دارد؟ یکی مادرش، دیگری برادرش. همین خیلی؟ میتوانی روی. اکنون به دستم افتادی آقای کمیسر. کمیسرم خوب هستید؟ دادستان چیکار کرد؟ چی میکرد؟ از شدی در کرتهش نمیگنجد. با اجازت شما. لبای. بله آقای دادستان. فهمیدم. مایلش. چی میخواهد؟ برای گرفتن زبان خط شاهدان را میخواهد. چیکار کنم کمیسرم؟ چی که لازم است بکن سلیم. فهمیدم. همه کار به سرم ماند. اوف خدایا اوف. کمیسرم گروه برای گرفتن مادر و برادرت آماده است. شد سلیم شد. من هم میروم. مرحمت بیا کمیسرم. رفتیم. لبای. پدرم در خانه است. امیر. با پدرم باید گپ زنم. حاضر پسرم.
امیر. گوش میکنم پسرم. پدر خانم جانون به مرکز پلیس آمد. نسبت مادرم و اکام دعوای شکایتی نمود. چی؟ پدر کارها بد است. دادستان کار رو تحت نظارت گرفته است. حاضر من برای بردن مادرم می آیم. امیر تو چه ها میگویی؟ چیزی که شنیدید پدر. مایلش پسرم مایلش. خدا مددگارت باشد. چی شده باشد؟ یا پروردگار. اول اکام رو میگیریم. مایلش کمیسرم. خدایا همینش نمیرسید. آها امیر با ما به شعبه پلیس می روی اکا. چی؟ چرا؟ چیکار کردن؟ برای پولهای شرف؟ چکل پولها؟ نه هیچ چیز. چرا با مرکز پلیس؟ نسبت شکایت است. کودک دزدیده ای. امیر این کار رو مکن. ما برادریم کن. بخیر است خانم جانان. کی را نگاه داری؟ هیچ. همین خیلی. او نباهت خانم با سرمان چی ها آوردی؟ باز چی شد آقای خیلی؟ امیر بر وقت اومده پیسرم. من خونه فاطمه رفتم می آیم. مادر نسبتتان شکایت کردن. چی؟ چی شکایت؟